دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم و خرددار زدیم دانش را، در بند و اسیر و صد خرافات شدیم. عاقبت با قلم شرم نوشتم نشد، شب با تمام پیچیدگیش چی ساده آرامش می بخشد. کاش ما هم مثل شب باشیم، پیچیده ولی آرام بخش دلها. و در اخیر برایت میگم که مهتاب من باش و به اشعارم از این لحظه بتاب که بگیرم لقب مجنون ثانی را. چشمانم را میبندم و در خیال تو را با آغوش میکشم.